هل نلتقي؟ ای صاحبان کتاب، چرا آنچه را که میگوید خودتان انجام نمیدهید؟ چرا منع میکنید از آن چیزی که خودتان پرهیز نمیکنید؟ چرا به نیکی میفرمایید ولی خودتان آن را اجرا نمیکنید؟ چرا آنچه را که خوردن نمیتوانید جمع میکنید؟ آیا شما نجات از مرگ یافته اید؟ یا کفالت رهایی از آتش دوزخ را گرفته اید؟ یا بهشت را همچون پاداش صاحب شده اید؟ آیا غضب پروردگار شما را نمیترساند و یا نعمتها و لطف او شما را مغرور کرده است؟ یا اینکه آرزوها و امیدهای دروغین شما را فریب دادند؟ پس نباید تندرستی و نیک و احوالی شما را فریب دهد، زیرا آنها جاویدان نیستند و مهلت آنها محدود است و رازهای شما هم پوشیده نیست، بلکه آنها تحت نظارت دائمی الله قرار دارند. پس ای صاحبان عقل، از الله بترسید و او را احترام کنید، شاید که رستگار شوید و از آنچه در دست دارید برای آنچه شما را در پیش انتظار است انفاق کنید. ای فرزند آدم، از همان روزی که مادرت تو را به دنیا آورد تو زندگی خود را خرج کرده ایستاده ای. ای فرزند آدم، شما در این دنیا در لذت‌ها و دام‌های آن به پشه‌های مانندید که به عسل افتادند. هر قدر که بیشتر حرکت کنید همان قدر در آن می‌غوطید و مانند مشعله نباشید که تنها برای روشنی دادن به دیگران می‌سوزد و خودش نابود می‌شود.